دوست داشتن اهل علم، این علل خصوص این دوست داشتن در راه الله. دو برادر مومن اگرچه هر دوشم علم نداشته باشد همدیگر در راه الله تعالی دوست دارد، اینا از جمله 7 نفر آنهایی که روز قیامت زیر سایه الله تعالی قرار میگیرند. چی جای آن کسی که اهل علم را دوست داشته است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان من اجلال الله تعالی اجلال ذی الشیبة المسلم و حامل القرآن او کما قال علیه الصلاة و السلام. از بزرگ داشتی الله است. ان من اجلال الله، از اجلال الله است، یعنی از بزرگ داشتی الله است. بزرگ داشتی موی سفید مسلمان، یعنی یک شخصی که موی و ریشش در دین مقدس اسلام سفید شده است، اگرچه علم دارد ندارد، موی سفید کلانسال علم احترام کردن گویا که الله تعالی احترام کرده. و حامل القرآن، این چنین حامل قرآن است. کسی که علم قرآن دارد، احترام وی این از احترام الله تعالی هست. بنابراین ما از خردسالی عموم مسلمان ها و کسی که ایمان دارد در قرارت قلبش هر یک آدمی که علم دارد احترام میکنه. بنابراین یک آدم به یک داملای کلام میگوید که داملا ما هم مسلمانیم لیکن ملاها را بعد میبینم، ذات ملا را بعد میبینم میگوید، مطلق ملا را، یعنی خوب است بد است همه ملا را بعد میبینم. البته این کافر است. ما طبیعت مسلمان هر یک آدمی که علم دارد دوست می‌داریم. بله در بین مثلا ملاها پیدا شدند یا بودند در تاریخ شخصیتی که خیانت به علم کردند، خیانت به خلق کردند، لیکن این استثناء هست. لیکن عموم اهل علم اونها برای ما الله تعالی را شناسانیدند، برای ما شریعت را فهمانیدند. ما وظیفه دار هستیم که آنها را اگر گذشته باشند رحمت الله علیه و اگر زنده باشند در حق آنها دعا، یعنی این کاری خوب است.